وقتتون بخیر همراهان عزیز، امیدوارم ایام عید خوبی رو سپری کرده باشید. بریم یکی از تاییدهای ورودی که این هفته برای دوستان دوره منتورینگ قرار داده شد رو با هم دیگه ببینیم و ببینیم چطور میشه ازش استفاده کرد. در تایم فریم 15 دقیقه طلا هستیم، تاریخ 27 مارچ و اینجا یک نایه اوردر فلو بود که قبل از این قیمت بهش برسه برای دوستان دوره منتورینگ ترسیم شد و بریم جلوتر ببینیم که چطور میشه ازش استفاده کرد. قیمت وارد نایه ما میشه، وارد تایم 1 دقیقه میشیم برای اینکه ریوارد بیشتری رو بتونیم بگیریم. و اگر دقت کنید اینجا ما یک چاک رو داریم، اگر قیمت ازش رد بشه حتی با شادو برای ما چاک هست، این اتفاق میفته و در برگشتش در 50% این نایه ما میتونیم اوردر لیمیت ست کنیم با احتساب اسپرد و حتی سایر تاییدیه‌های دیگه هم که در اسمارت مانی هست ازش استفاده کنیم. بستگی با خودتون داره و بریم در تایم 15 دقیقه ببینیم که چه اتفاقی برای این پوزیشن ما میفته. و اگر جلوتر بریم این رو هم خدمتون بگم، به دلیل اینکه استراکچر 15 سودی بود ما میتونستیم تارگت رو همین های سر راه قیمت قرار بدیم که ریوارد 7 رو میشد ازش گرفت و از اینجا به بعد دیگه ما میتونیم پوزیشن خودمون رو سیو سود کنیم و ریس فری کنیم و به دلیل اینکه استراکچر 15 سودی بود میتونیم ریوارد های بیشتری رو ازش داشته باشیم. و بریم جلوتر ببینیم که چه اتفاقی برای این پوزیشن میفته و قیمت تا زمانی که استراکچر 15 سودی هست ما میتونستیم این معامله رو نگه داریم و تا جایی که بازار بسته شد استراکچر 15 همچنان تا این های بالا سعودی بود و ریوارد 18 رو حداقل ما میتونستیم از این پوزیشن داشته باشیم. ولی خب همون ریوارد 3 رو هم اگر میگرفتیم ریوارد بسیار خیلی خوبی بود و برای ترید های روزانه در طول هفته برآیند ما رو قطعا مثبت نگه میداره. این نکته هم بگم این هفته ما تقریبا 12 نایه برای دوستان ترسیم کردیم که 3 تا از این نواحی استاپ شد و 9 تا نایه ریوارد داشت که حداقل ریوارد 3 رو هم در نظر داشته باشیم. ریوارد 27 رو ما از این نواحی داشتیم این هفته، ولی خب در مجموع ریوارد 92 رو میشد از پوزیشن ها در نواحی استراکچر گرفت. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. موفق و پیروز باشید.